سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به همراهان کانال SMT کمیونیتی. در این ویدیو قرار راجع به نحوه تشخیص روند مارکت و اینکه اصلا چگونه ساختار هر نماد رو بتونیم در تایم فریم های مختلف رسم کنیم می‌خوام بپردازم. ببینید دوستان، قبل از اینکه اصلا راجع به این مبحث بخوام توضیح بدم، ازتون می‌خوام اگر که بازخورد این ویدیو به شدت بالا باشه، یعنی حمایت‌های شما از این ویدیو بالا باشه، قطعاً ویدیوهای بعدی قرار راجع به این باشه که چگونه طبق این ساختاری که آموزش دادم یک سری ورود به معامله رو داشته باشید. و از طرفی میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر هنوز نمیدونید که اصلا پلتفرم تریدینگ ویو چیه، متا تریدر چیه، یا اصلا کندل ها به چه صورت نوسان میزنن، اصلا کندل چیه، حتما به ویدیوهای قبلی برگردید، کامل ببینید، مسلط بشید و بعد بیاید سراغ این ویدیو که کلی کار دارید. خب من از پایه‌ترین حالت ممکن میخوام رسم ساختار رو بهتون یاد بدم. پس اول میریم سراغ پول بک ها یا همون اصلاح. پولبک یا اصلاح چیه؟ ببینید دوستان، زمانی که ما یک روند صعودی داریم، قطعا توی این روند صعودی مارکت به صورت کاملا صعودی حرکت نمیکنه. یعنی اگر که این کندل های صعودی باشن، بالاخره مارکت میاد چیکار میکنه؟ پس از اینکه یک صعودی انجام میشه، یک ریزشی اتفاق میفته که به این ریزش میگن پولبک در روند صعودی یا اصلاح، و باز دوباره مارکت به اون حرکت اصلی خودش چیکار میکنه؟ ادامه میده. خب ببینید الان اتفاقی که اینجا افتاده، من اینجا چند تا مثال آوردم که بتونیم پولبک های معتبر رو از نامعتبر به صورت کاملا دقیق چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم. خب ببینید اصلا باید روند سود چجوری در نظر بگیریم. اینکه اگر که دو تا کندل، یعنی حداقل دو کندل یا بیش از دو کندل، ما سقف های بالاتر داشتیم، یعنی اینکه کندل ها شروع کنن سقف های قبلی رو جابجا کردن. یعنی این کندل اول من باشه، کندل دوم من به جای اینکه کف این کندل رو بزنه، کف این شادو رو بزنه، اومده چیکار کرده؟ اومده سقف این کندل رو زده. پس ما چی در نظر میگیریم؟ میگیم که روندمون صعودیه. حالا توی این روند صعودی اگر یک کندل نزولی پیدا شد که اومد چیکار کرد؟ کف کندل قبلی منده رو یا کندل های قبلی منده رو زد، من همون لحظه نمیام بگم که ساختار من تغییر کرد و الان نزولی شد. خیر. حالا جلوتر میگم که چگونه قراره تغییر ساختار رو مشخص کنیم و طبق این تغییر ساختار حالا یک سری کارها انجام میدیم. الان فقط میخوام بدونم که اصلا اصلاح در روند صعودی به چه شکل هستش. گفتیم که زمانی که یک صعودی ایجاد میشه، سقف‌های بالاتری ایجاد میشن، تا به اینجا مارکت حرکت کرده. اگر که کندل نزولی ایجاد بشه و کف کندل قبلیش رو در روند صعودی بگیره و ریزش کنه، و پس از این ریزش اگر مارکت بیاد به سمت بالا حرکت کنه و سقف قبلی مارکت رو بالاتر ببنده، میتونیم چی در نظر بگیریم؟ بگیم که این اصلاح یا این پولبک معتبره. چی شد پس؟ گفتیم که اگر که مارکت حرکت صعودی کنه با دو تا کندل، حداقل دو تا کندل، و پس از اینکه این حرکت صعودی رو انجام داد، یک کندلی بیاد چیکار کنه؟ بیاد به سمت پایین حرکت کنه، و پس از اینکه حرکت کرد به سمت پایین، کف کندل قبلیش رو حداقل، یعنی کف کندل قبلیش رو بزنه، میتونه کندل های قبلیش رو هم برداره. اینجا میبینیم که به همین صورت، یعنی رنگشون مهم نیست، ولی چه اتفاقی افتاده در روند صعودی؟ کف ها جابجا شدن. زمانی که کف ها جابجا میشن، ما متوجه میشیم که کف کندلا منظورم، ما متوجه میشیم که یک اصلاحی در حال ایجاده. حالا پس از اینکه این اصلاح ایجاد شد، چگونه میتونیم متوجه بشیم آخر اصلاح اینجاه و خب این اصلاح معتبریه؟ پس از اینکه یک اصلاح ایجاد شد، اگر مارکت در روند صعودی دوباره حرکت کرد به سمت بالا و منشأ این اصلاح که این سقف بود رو شکست و به سمت بالا حرکت کرد، ما متوجه میشیم که اینجا مارکت چیکار کرده؟ یک پولبک یا یک اصلاح اینجا ایجاد کرده. حالا توی مثال بعدی چجوریه؟ ببینید این الان یک پولبک نامعتبره. این پولبک معتبر بود. چرا؟ چون اومده بود کف کندل معتبر قبلیش رو مصرف کرده. ما توی جلسه قبلی راجع به این پرداختیم که اصلا کندل داخلی چیه و چه اعتباری داره. خب ببینید اینجا هم باز من دوباره یه مروری میکنم، ولی قطعا باید ویدیوی قبلی رو ببینید تا روی کندل ها کاملا مسلط بشید، چون راجع به کندل اف جی هم یک سری توضیحات دادم. ببینید اینجا باز ما یک روند صعودی داریم، یعنی مارکت اومده چیکار کرده؟ سقف کندل قبلی رو گرفته، رفته به سمت بالا. تا به اینجا ما یک سقفی داشتیم. پس از اینجا مارکت نزولی شده. درسته. این کندل نارنجی اولی نه
کف این کندل قبلش رو زده نه سقفش رو زده. زمانی که یک کندل نه سقفی رو میزنه نه کفی رو میزنه میگیم این کندل داخلی اینساید بار هست. اینساید بار یعنی چی؟ یعنی در دل این کندل قرار گرفته. ولی ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. این کندل نارنجی که من اینجا میبینم اومده کف این کندل داخلیه رو زده. آیا من باید اینجا یک پولبک در نظر بگیرم؟ قطعا خیر. چرا پولبک در نظر نمیگیرم؟ چون که این کندل یک کندل نامعتبره و خودش در دل کندل قبلی هستش. پس تا زمانی که سقف یا کف این کندل معتبر بنده زده نشه اینجا هیچ پولبکی نداشتیم، صرفا یک نوسان داخلی داشتیم در دل این کندل آبیه. بعد می‌بینید اینجا چه اتفاقی افتاده. مارکت اومده سقف این کندل آبیه رو جابجا کرده. یعنی در حالت کلی ما یک لگ به این صورت صعودی داشتیم و هیچ پولبک یا اصلاحی به این صورت ایجاد نشده بود. ولی اینجا چه اتفاقی افتاده بود؟ مارکت اومده بود یک صعودی انجام داده بود، بعد یک اصلاحی ایجاد شده بود و دوباره باز صعود کرده به این صورت. این مثال هم دقت کنید چه اتفاقی افتاده. این هم به همون صورت. مارکت اومده چیکار کرده؟ یک صعودی رو ایجاد کرده. پس از که این صعود ایجاد شده مارکت چیکار کرده؟ ریزش کرده. ولی کجا ریزش کرده؟ نتونسته کف یا سقف این کندل رو جابجا کنه. یعنی کلا کندل هایی که نمیتونن سقف یا کف کندل معتبری رو جابجا کنن خودشون نامعتبرن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید در دل این کندل هم کندل آبی وجود داره هم نارنجی و هیچ کدوم نتونستن سقف یا کف کندل معتبر ما رو جابجا کنن. ممکنه مثلا اینجاها یک سری جابجایی‌ها اتفاق افتاده باشه ولی خب به اصطلاح میشه گفتش که اینها همگی داخلی هستن و اعتبار نداره. پس روند ما به این صورت صعودی بوده. در اینجا ببینید دوستان، در اینجا این مثالی که آوردم برای این هستش که اصلا مهم نیست که رنگ کندل های ما چجوری باشه. یعنی چی؟ ببینید اصلاح میتونه با یک کندل صعودی هم اتفاق بیفته. به چه صورت؟ اینجا یک کندل داشتیم که خب سقفش جابجا شده، اینجا هم جابجا شده، ولی حرکتی که داشتیم رو نگاه کنید. این تا به اینجا صعود داشتیم تا به این سقف. بعد چه اتفاقی افتاده؟ این کندل با نوک شادو اومده چیکار کرده؟ کف کندل قبلی رو گرفته. به چه صورت گرفته؟ یعنی ما یک صعودی داشتیم، پس از این صعود مارکت یک ریزشی انجام داده توی این کندل فعلیمون و پس از اینکه این ریزش رو انجام داده تا قبل از اینکه این کندل بسته بشه، من راجع به اینها توی ویدیوی قبلی کامل و دقیق صحبت کردم، و تا قبل از اینکه این کندل کلوز بده مارکت صعودی شده، خریدارها وارد شدن و این کندل رو صعودی کردن و باعث شده سقف جابجا بشه. یعنی هم کف جابجا شده هم سقف جابجا شده. زمانی که همچین اتفاقی میفته میتونیم بگیم که ما یک اصلاح اینجا داریم. چرا؟ چون هم کف جابجا شده هم سقف. پس اینجا ما یک اصلاحی رو داشتیم. خب بعد از این دوباره مارکت به سمت بالا حرکت کرده، ولی اینجا چیکار کرده؟ با یک کندل نزولی قدرتمند کف کندل معتبرمون رو به اصطلاح شکسته و دوباره مارکت چیکار کرده؟ صعودی شده. خب ما اینجا الان چی متوجه میشیم؟ اینجا دوتا اصلاح داشتیم، یعنی مارکت به این صورت حرکت کرد. توی این مثال هم نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. مارکت به سمت بالا حرکت کرده، سقف‌های بالاتر داشتیم به همین صورت. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حواستون باشه حتی اگر که کندل ها نوک شادوهاشون با همدیگه مساوی هم باشه، قطعاً این کندل میتونه معتبر باشه. چرا؟ چون خودشو به نقطه قیمتی حداقل نوک شادوی کندل قبلیش رسونده. پس میتونیم بگیم که یک صعودی داشتیم اینجوری و پس از این صعود از اینجا نزول داشتیم تا به اینجا. یعنی این کندل آبی اومده کف این کندل نارنجیمون رو زده و پس از اینکه کف این کندل رو زده خب یک اصلاحی ایجاد کرده تا به اینجا، یعنی نقطه قیمتمون تا به اینجا رسیده و بعدش داخل همین کندل دوباره صعود داشتیم به همین جور به سمت بالا و همچین اتفاقی افتاده. یعنی اینجا هم مارکت به این صورت حرکت کرده. این شد پس چی؟ این شد انواع اصلاحی که مارکت میتونه توی چارت به ما نشون بده و طبق این اصلاح ها ما میخوایم متوجه یک چیزی بشیم. یعنی قدم اول برای اینکه بتونیم یک رسم ساختاری انجام بدیم باید بدونیم که اصلا اصلاح معتبر
به چه صورت هستش و توی این اصطلاحات معتبر ما چگونه میتونیم تشخیص بدیم که به اصطلاح یک سقف یا یک کف معتبر داریم. خب حالا بریم سراغ مبحث کمی تخصصی تر، این که اصلا خب این اصطلاحایی که گفتم رو باید چیکارشون کنیم. ببینید زمانی که گفتم مارکت میاد با 2 کندل یا بیش از 2 کندل به سمت بالا حرکت میکنه، پس از اینکه به سمت بالا حرکت کرد یک اصلاحی ایجاد کرد و به همین صورت هی به سمت بالا حرکت کرد، یعنی روند ما صعودی بود. اگر از یک سقفی که بعد از یک اصلاح معتبر، یک پولبک معتبر ایجاد شده بود، مارکت دوباره یک اصلاح ایجاد کنه و به سمت پایین بیاد و این پایین اومدنش باعث بشه پولبک ما، یعنی پولبک قبلی ما، اصلاح قبلی ما شکسته بشه، ما اینجا چی میگیم؟ میگیم یک ایندیوسمنت مصرف شده. یعنی قیمت اومده از یک سقفی حرکت کرده به سمت پایین و نقدینگی خرده تریدرها رو از این اصلاح، از کف این اصلاح جمع کرده. حالا که این ایندیوسمنت مصرف شده، این نقدینگی مصرف شده، اگر مارکت به سمت بالا حرکت کنه و این سقف رو بشکنه، ما میگیم چه اتفاقی افتاده؟ بریک آف استراکچر یا BOS اتفاق افتاده. ببینید بریک آف استراکچر یا BOS کلا مفهومی که میرسونن به این صورت هستش که یعنی روند صعودی ادامه دار داریم الان. یعنی پس از اینکه یک نقدینگی گرفته، مارکت به سمت بالا حرکت کرده و اگر بیاد این سقف رو جابجا کنه در حال مارکت چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم اینجا BOS اتفاق افتاده و همچنان روندمون چیه؟ صعودیه. پس چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم که ما یک سری پولبک ها داریم و این پولبک ها اگر که معتبر باشن و از یک سقفی مارکت بیاد یک پولبکی رو هانت کنه، چه با شادو چه با بدنه کندل، پس از اینکه این رو هانت کرد، ما میگیم این سقف برامون معتبره. چرا معتبره این سقف؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از اینجا منشأ مصرف این نقدینگی کف اصلاح این سقف بوده. یعنی مارکت از اینجا شروع کرده به سمت پایین حرکت کرده که تونسته چیکار کنه؟ این کف رو مصرف کنه. حالا اگه مارکت به سمت بالا حرکت کنه و بیاد این سقف رو بشکنه، ما میتونیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم که این کف معتبره و اگر مارکت بعد از شکست این سقف به سمت پایین حرکت کنه، ما میتونیم چی رو در نظر بگیریم؟ چاک رو در نظر بگیریم. چاک چیه؟ یا اصلا چنج آف کاراکتر چیه؟ تغییر ساختار رو بهش میگن چاک. یعنی زمانی که مارکت میاد یک BOS رو برای ما در نظر میگیره، یک بریک آف استراکچری صورت میگیره و مشخص میشه که روند ما صعودیه. حالا اگر مارکت بیاد این ساختار فعلی ما رو کفش رو بشکنه، قطعا ما میتونیم بگیم که اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چاک داریم و این چاک رو به عنوان چی در نظر میگیریم؟ به عنوان اینکه ما تغییر ساختار به سمت نزولی داریم. یعنی اگر یک ساختار مورد تایید ما رو مارکت بشکنه به سمت پایین، قطعا میتونیم اینجا در نظر بگیریم که ما چی داریم؟ چاک داریم و طبق این چاک ما میتونیم چی در نظر بگیریم؟ که روندمون نزولی شده. حالا پس از اینکه این روند نزولی میشه، اگر مارکت بیاد به سمت پایین به این صورت و یک پولبک رو مصرف کنه، گفتیم که خب پولبک معتبر به این صورت اتفاق میفته و پس از اینکه این پولبک مصرف میشه، ما اینجا رو به عنوان چاک در نظر نمیگیریم. چی در نظر میگیریم؟ به عنوان یک ایندیوسمنت در نظر میگیریم. چرا به عنوان یک ایندیوسمنت در نظر گرفتم؟ به این دلیل که مارکت اومده چیکار کرده؟ پس از چاک دوباره به یک نقدینگی نیاز داریم تا ما یک BOS نزولی در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی پس از مصرف این ایندیوسمنت مارکت قطعا میاد به سمت پایین تا این کف رو بشکنه. چرا میاد این کف رو بشکنه و ما چرا باید اینو به عنوان BOS در نظر بگیریم؟ چون پس از اینکه ما اینجا چاک داشتیم، مارکت اومده یک پولبکی ایجاد کرده. پس از این پولبکی که ایجاد شده، مارکت به سمت بالا حرکت کرده و حرکتش به سمت بالا باعث شده یک ایندیوسمنتی مصرف بشه و پس از مصرف این ایندیوسمنت که منشأش از این کف بوده، حالا اگر مارکت پس از مصرف این ایندیوسمنت به سمت پایین حرکت کنه و این کف که باعث شده بوده اون ایندیوسمنت مصرف بشه رو بشکنه، قطعا میتونیم بگیم که اینجا بریک آف استراکچر داریم. یعنی تایید شده که همچنان ساختارمون نزولیه. یعنی همینطور اگر مدام
مارکت بیاد یک سری پول بک ها ایجاد کنه، نگاه کنید به چه صورت رسم ساختار انجام میدم. خب این پول بک مصرف شده، میگم خیر. میام سمت پایینتر، میگم این پول بک مصرف شده، خیر. ببینید سقف ساختار قبلیمون کجاه؟ اینجا. یعنی اگر اینجا شکسته بشه، من چی رو در نظر میگیرم؟ میگم اینجا تغییر ساختار ایجاد میشه. ولی اینها رو اگر مارکت بشکنه به هیچ عنوان تغییر ساختار در نظر نمیگیرم، مگر اینکه مارکت بیاد از یک پول بک ایندوسمنت رو مصرف کنه. من هیچ وقت اینجا رو چاک در نظر نمیگیرم و من اینو ایندوسمنت در نظر میگیرم و پس از اینکه مارکت بیاد کفی که باعث شده این ایندوسمنت مصرف بشه از اون پول بک، من اینجا رو بی او اس در نظر میگیرم و پس از این بی او اس اگر مارکت بیاد سقف ساختاری که بی او اس شده بوده رو بشکنه، ناکنید چی در نظر میگیرم؟ چاک در نظر میگیرم. یعنی پس از هر بی او اسی که اتفاق میفته، من سقفم رو میتونم برای در نظر گرفتن تغییر ساختار بیارم پایینتر. اول اینجا بی او اس داشتم، ولی حالا که اینجا بی او اس دارم، سقف این بی او اس رو میتونم به عنوان چاک در نظر بگیرم. خب بریم یکم مثالشو من داخل مارکت براتون بزنم. برای در نظر گرفتن ساختار هم به بهترین شکل ممکن میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که یک بالاترین نقطه یا پایین ترین نقطه قیمتی رو در نظر بگیریم. یعنی مثلا الان بالاترین نقطه قیمتی اینجا. من میام چیکار میکنم؟ از این سقفی که اینجا داشتیم به سمت پایین یک ساختاری رو رسم میکنم. خب ببینید الان اینجا چه اتفاقی افتاده. باید ببینم که خب این که سقف منه، یعنی من اینجا سقفی رو دارم. حالا سقف قبلیم کجا بوده؟ یعنی مارکت قبل از اینکه مثلا این سقف رو بزنه کجا رو زده بوده؟ نگاه کنید همینطور که بخوایم دقت کنیم، اینجا من یک ایندوسمنتی رو مارکت مصرف کرده. پس از مصرف این ایندوسمنت چیکار کرده؟ اینجا اومده یک شکستی داده بهمون، بی او اس داده. خب پس از این بی او اس مارکت اومده این کف رو به اصطلاح شکسته و چاک داده. حالا پس از این چاکی که اینجا داده، مارکت به سمت پایین حرکت کرده. من نیاز دارم که یک پول بکی رو در نظر بگیرم. ببینید اینجا که شکست اتفاق افتاده تا به این کف و مارکت به سمت بالا حرکت کرده، من برمیگردم عقب، میبینم اینجا من یک پول بک دارم. آخرین پول بک رو به عنوان ایندوسمنت در نظر میگیرم. پس از مصرف این ایندوسمنت مارکت به سمت پایین حرکت کرده و این کفی که باعث شده این ایندوسمنت مصرف بشه رو به عنوان بی او اس در نظر میگیره. پس از اینکه این بی او اس اتفاق افتاده، دوباره میبینم که اینجا یک من کفی رو دارم، آخرین پول بک بنده اینجا، ولی خب مارکت اومده یک نوسانی انجام داده، دوباره به سمت پایین حرکت کرده. حرکت به سمت پایین از این کف دوباره یک پول بکی ایجاد کرده، دوباره یک کفی اینجا ایجاد شده، دوباره به سمت بالا. خب میبینم که اینجا دوباره من یک ایندوسمنت دارم. پس از مصرف این ایندوسمنت اگر مارکت همینطور به سمت بالا میرفت، یعنی میمد بالا و این سقف رو میشکست، من میگفتم اینجا چی دارم؟ قطعا چاک دارم. ولی چه اتفاقی افتاده؟ پس از مصرف این ایندوسمنت مارکت اومده چی داده بهم؟ اینجا بی او اس داده. پس از این بی او اس دوباره من منتظر مونم که مارکت یک پول بکی رو تشکیل بده. میبینم که اینجا یک پول بکی تشکیل داده. ببینید پس از مصرف این ایندوسمنت، یا اگر این مارکت همینجوری به سمت بالا حرکت میکرد، چون من یک بی او اس جدید دارم، یک ساختار جدید دارم، اگر این سقف شکسته میشد قطعا میگفتم من چی دارم؟ من چاک دارم اینجا و تغییر ساختار از اینجا دوباره شکل شده. ولی این بی او اس هایی که الان داریم میبینیم تثبیت این هستش که خب مارکت هنوز نزولیه. اینجا الان چه اتفاقی افتاد؟ دوباره من یک بی او اس نزولی دارم. پس از بی او اس نزولی به دنبال یک پول بک معتبر میگردم. پول بک معتبر بنده اینجا هست. این کندل ها داخلی هم، باید حواسمون باشه حتما به کندل های داخلی. البته اینا هم داخلی هستن، یعنی این کندل های قبلی داخلی هستن. پس ایندوسمنتی که من میتونم در نظر بگیرم فعلا اینجاه. میبینیم که مارکت همینطور به سمت پایین حرکت میکنه، چون اینو مصرف نکرده. اینجا یک سری پول بک های دیگه شکل گرفته. در نهایت پس از اینکه اینجا یک کفی رو ساخته و به سمت بالا حرکت کرده، اومده چیکار کرده؟ این بذارید ببینم. بله این میشده پول بک معتبر من به عنوان ایندوسمنت مصرف شده و
این ساختار قبلی بنده هستش و این ساختار قبلی بنده سقفش اینجا میشده و چون مارکت پس از اینکه ایندوسمنت رو مصرف کرده به سمت پایین حرکت نکرده که بیاد این کف رو بشکنه و بی او اس بده، یعنی از اینجا اگر حرکت میکرد به سمت پایین ما اینجا بی او اس داشتیم، ولی مارکت به سمت بالا حرکت کرده و در نهایت اینجا به همون چی داده؟ چاک داده. یعنی این میشده چاک سعودی بنده و از اینجا دوباره مارکت چیکار کرده؟ یک ساختار سعودی ایجاد شده به همین صورت. حالا پس از این چاک هم ممکنه باز مارکت بیاد چیکار کنه؟ یک ایندوسمنت مصرف کنه و دوباره به همون چاک بده. ببینید این کف باعث شد که ما اینجا چاک داشته باشیم. حالا اگر بعد از اینکه این چاک رو داریم مارکت بیاد این کف رو بشکنه، دوباره ما تغییر ساختار به سمت نزولی داریم. ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اینجا بالاترین سقف رو داریم. قبل از این سقف پولبک معتبری که میتونم در نظر بگیرم همینجاست. مارکت اینو به عنوان ایندوسمنت مصرف کرده. پس از مصرف ایندوسمنت مارکت به سمت پایین حرکت کرده و دوباره اینجا به ما چی داده؟ چاک نزولی داده. و پس از این چاک نزولی باید ببینیم که دوباره چه اتفاقی افتاده. مارکت اومده به همین صورت اینجا به همون یه ایندوسمنت مصرف کرده و پس از مصرف این ایندوسمنت دوباره مارکت به سمت بالا حرکت کرده و ببینیم که شکسته یا نشکسته. بله اینجا دوباره بهمون چی داده؟ چاک داده. یعنی زمانی که ما چاک های متوالی داریم متوجه میشیم که روندمون چیه؟ رنج هستش. حالا پس از این چاک که اینجاه که مارکت از این کف شروع کرد به سمت مصرف ایندوسمنت و شکست این سقف ساختار قبلیمون و چاک دادن، چنج دادن، دوباره اومده اینجا چیکار کرده؟ یه ایندوسمنتی رو، البته یکم بالاتر بخوام دقیق‌تر رسمش کنم، اینجا یک ایندوسمنت مصرف شده و پس از مصرف این ایندوسمنت اگر این کف شکسته میشد میگفتیم دوباره چاک داریم، ولی چی داشتیم؟ اینجا به همون پی او اس داده. یعنی در حالت کلی مارکت میاد به یک سطحی برخورد میکنه که اگر ویدیو بازخورد خوبی داشته باشه قطعا راجع به این سطوح و نواحی معتبر برای ورود به معامله در جهت روند صحبت‌های انجام میدم. ولی خب در حالت کلی پس از اینکه به یک ناحیه‌ای برخورد میکنه به سمت بالا صعودی یا نزولی میشه. یعنی رسم ساختار رو میتونید به همین صورت به دقیق ترین شکل ممکن رسم کنید و با نواحی که در آینده انشالله قرار براتون بازشون کنم و آموزششون بدم یک سری ورود به معامله ها خواهید داشت. یعنی کلا ساختار مارکت رو روی هر تایم فریمی میتونید به همین صورت و به همین زیبایی رسم کنید و تشخیص بدید که الان روندتون صعودی هست یا نزولی یا به همین صورت رنج هست و چگونه باید دقیق از رسم این ساختار و تشخیص این روند استفاده کنید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید. انشالله که ویدیوهای بعدی قطعا تخصصی تر و مفیدتر براتون واقع میشه.